چه 13 است. 13 سال. حالا انگور از کجا میاد فرمودین؟ انگور یک قسمت عمده انگور روسی از ترکیه میاد. یعنی این بار ترکیه است. این بار ارزم حضور شما که ازبکستانه. این بار ایرانه. این بار ایرانه. این بار ایرانه بعد. بسیار خوشمزه است. تو بازار امروز تو قسمت عمده فروشی ما 170 بوده. 2 هفته پیش همین بار بوده 300 320 رو. 330 رو. تو عمده فروشی 300 320 رو بوده. بازم به خاطر مدیریت صادرات به این اتفاق افتاد. یه دفعه یه حجم سنگین وارد بازار شده. یه دفعه اومده. وگرنه این ما تقریبا تو این مدل انگور تقریبا رقیب نداریم. این تیپ انگور نیست، کشمشه. یعنی انگور بدون هسته است. ما تقریبا تو این مدل چیز هیچ رقیبی نداریم. با این مشخصات کیفیت بازم عدم مدیریت باعث شده. Eta почем؟ 380 ما 170. انگور ایران. آقای شهربانی با یه نگاه هر کدوم از میوه‌ها رو میگه این مال کجاه. خب شلیل ایران. این شلیل شمس. شلیل ایران؟ ایران. خب شلیل ایران چند الان؟ почем купил؟ الان تو عمده فروشی اینا خریدن 150 تا 170. پارسال همین موقع شلیل شمس 280 رو 300 رو بوده. یعنی $3. بله. بعد از بخش میوه‌جات یه سری به بخش شیلات زدیم که فرصت خوبی برای حضور ایران. الان قسمالا داره ببینیم چنده. Farel neto da? Gide. قسمالا. این درادو 6 ماه پیش почем؟ 6 ماه پیش من مثلا الان مصرف کننده دائمی شدم 400 450 رو بوده. الان ایشون میگه 1000 رو من بچه پیاز خریدم 920 رو. یعنی $5 بودن شد $10. این چه ماهیه؟ درادو مال ترکیه هم است، مال دریای سیاه. این سیباس. این غزالاله. این همین غزالاله در واقع خودمون که تو استانهای سرسیر غزالاله الان چنده الان این؟ почем متفرر؟ 850. 850 رو یعنی حدوداً $9. $9. غزالاله $9. خیلی قیمت بالاه. غزالاله 235. خب الان تو ایران ماهی غزالاله هولوش 240 تومنه. 230 تا 250 تومن. این یعنی تقریبا میشه $4. بله. اینجا الان $9. بله. عمدش حالا چون من پرسیدم 650 700. یعنی حدود $7.5 میذارن. یعنی حاشیه سود خوبی داره و منطقیه. ما اگه بیایم اینجا و مجوزش هم بکنم گرفتیم، یعنی اون پروتکل‌های بهداشتی که نیاز داشت برای صادرات شیلات همون موقع پیگیری شده بود و عمده‌اش گرفته. یعنی تو صادرات شیلات ما میتونیم اینجا تو غزالاله حداقل حضور داشته باشیم. البته حمل و نقلش خب کیفیت خاص خودشو داره، به صورت یخزده از هم. ماهی اوزون برون چند؟ почем متتا 1600. خب اونجا هم تو ایران هم $15 تو ایران هم محدودیت چیز داریم. نه اصلا داریم. آره. ما توی شیلات به نظر شما جای حضور جدی‌تر داریم. امروز راندمانش برای ما حتی از میوه و تراوار هم بالاتره به دلیل به دلیل که کشورهای اروپای شرقی که حالا تامین کننده میوه و تراوار و سبزیجات روسیه هستند و کشورهای در واقع شوروی سابق همون حالا یا آسیای میانه یا قفقاز تو بحث میوه و تراوار قوی وارد شدن. یعنی حالا وارد شدن و رقیب حتی خود روسیه، ولی دسترسی به آب آزاد و دریا و عرض حضور شما که از جمله خلیج فارس و طرقات اینو ندارن. اون محیطی که برای پرورش باشه ندارن. ببینید ما یه پتانسیل عجیبی تو منطقه سرسیر ما مثل استان ارزم چهارمحال بختیاری قابلیت عظیمی داریم تو بحث پرورش ماهیان سردابی که همین در واقع غزالاله است، یا تو منطقه جنوب مثلا بوشهر و بندرعباس اینا تو بحث پرورش ماهیان چون میگو این قابلیت به طرقات این کشور اطراف ما به دلیل نداشتن به در واقع آبای آزاد آب گرم این قابلیت داریم. ببین تنها ماهی که اینا دارن از چیز میاد این ماهیه که از شرق دور میاد. ماهی همون سالمون، یعنی از اون سمت شرق دور روسیه میاد. تنها ماهیشون همینه. پس تو ولگا اینا چی ماهی میگیرن؟ این کفال در خزر میاد. البته خب بتونم آره، یا این کپور خب ماهی پرورشی همینجا هست. اینو به طرقات ندارن، اینو
وارداتیه. خب آقا این قسمت هم یه چیز جالبه، خرچنگ ها. بله لابستره، اینا لابستره. یعنی حالا ببین وقتی میگیم خانوادی خرچنگ درست میشه، ولی درست همون لابستر آقا. این در واقع سایز بزرگ، سایز بزرگ ها، مثبت 110 یعنی 11 سانتی متر بله بالا. ولی خرچنگ حالا مدلش خرچنگه. تو فقه ما حرامه دیگه خرچنگ و حالا انواع کوچیک و کباب میکنن یا رو میکنن؟ آبپز میکنن. آبپز میکنن ها. وای دلم ریش شده. خیلی سریع از بخشای لبنیات و گل فروشی ها هم بازدید کردیم. خب اینجا بخش گله ها. خب تو گل هم ما امکان صادرات داریم درسته؟ یکی از مصرف‌کننده بزرگ گل است. شما تو سطح شرق نگاه خیلی مصرف دارن. آره 24 سنت. یه اصولی هم دارن خودشون. تعدادش فرد انگار نباید باشه. مثلا چرا؟ نه فرد باید باشه. فرد باید باشه. بله روسا علاقه زیادی به گل طبیعی دارن و البته همونطور که گفته شد قواعد و رسوم خاصی هم برای اهدای گل به هم دارن. یعنی اگه حواست نباشه مثلا به فامیل یا دوستت 2 یا مثلا 4 تا شاخه گل بدی کلی ازت ناراحت میشه و حتما باید تعداد شاخه های گل فرد باشه. حالا چرا؟ این یه جور مثل خرافات